سلام. امروز اومدم با یه ویدیو هیپ هاپی جدید براتون. امیدوارم خوشتون بیاد. پیجمون رو حتما ساب کنید، لایک و کامنت نظر خودتون رو بذارید. ما هم تلاش میکنیم که ویدیوهایی بگیریم که مختصر و مفید برای شما باشه. امروز یه فیلمی میخوام بهتون معرفی کنم که شاید خیلیاتون ندیده باشید. اسم این فیلم هستش مستقیم از کاپتن که اسمشو براتون لوگو فیلم و کامل آخر این ویدیو ادیت میکنم میذارم. حتما این فیلم رو نگاه کنید، مخصوصا اونایی که علاقه‌مند به هیپ هاپن. فقط من بهتون توصیه میکنم این فیلم رو هیچ وقت با خانواده نگاه نکنید. شاید خانواده‌تون این فیلم رو نگاه کرده باشن یا نگاه کنن، ولی شما با خانواده‌تون نگاه نکنید. حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره. این فیلمی که من بهتون پیشنهاد دادم امروز ببینید و اگر علاقه به هیپ هاپ دارید و ندیدید حتما برید ببینید. من منتظرتون میمونم برید این فیلم رو ببینید و بیاید نظرتون در مورد این فیلم زیر این ویدیو برای ما کامنت کنید. این فیلم یه جورایی ژانرش در مورد هیپ هاپه و تو مایه‌های و 8 مایل امینیم هستش. سال 1986 آیس کیوب، ایزی ای و دکتر دره اومدن گروهی رو تشکیل دادن به اسم NWN که مخفف این اسم میشه سیاه‌پوست‌های بامعنا.